وطندارای عزیز، سلامتی از جانب سرور سلامتی، پادشاه سلامتی، عیسی مسیح خداوند ما و منجی بشر بر شما باشه. خدا را شکر میکنیم بر یک موقع دیگه که او بر ما عطا فرموده. واقعا مطابق ارمیا ای از رحمتهای خداست که ما نفس دیگه داریم در این روز جدید. وفاداری خداوند عظیم است. ما باید به خاموشی واقعا همیشه منتظر نجات خدا باشیم و ما خاموشی به این معنا وقتی که او برای ما میته ما با احترام زیاد او تحفه خدا را بپذیریم. زیرا خدا به این جهان آن قدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. کلام خدا میگه در ازل کلام بود، کلام با خدا بود و خدا خودش آن کلام بود. از ازل کلام با خدا بود. همه چیز به واسطه او ساخته شد و هیچ چیز از چیزهایی که ساخته شده بدون او ساخته نشد. در او حیات بود و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی می درخشد و اما تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده. کلام خدا برای ما میگه که اونمو کلام جسم گشت، به صورت انسان در میان ما آمد. ما جلالش دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه خداوند، پر از راستی و فیض. کلام خدا برای ما میگه که او در این دنیا بود، دنیا به وسیله او ساخته شد و اما دنیا او را نشناخت. و حتی مطابق وعده در بین یهودیا آمد و اما متعلقان خودش او را رد کردند. و اما به همه کسانی که به او ایمان آوردند، چه یهودی چه غیر یهودی، به همه او ای افتخار، ای اختیار میته که فرزندان خدا شود، که ای به کوشش های انسانی نیست، ممکن نیست. از نگاه رابطه جنسی ممکن نیست. و اما اینطور کسا که به عیسی مسیح ایمان میارن، به نام او ایمان میارن، از خدا تولد میشن. عیسی مسیح در فصل 3 انجیل مقدس یوحنا آیات 6 تا 8 امی چیز میگه که شما در مورد از اینکه باد چطور میایه و چطور میره این را خوشنیدین و اما خبر نداریم که چطور شروع میشه. تمامی از این چیزها، حالت کسی که از روح خدا تولد میشه هم همین قسم است. بعضی کسایی که از جسم تولد میشن جسم هستن، بله، همه کسانی که از جسم تولد میشن جسم هستن. و اما کسایی که از روح تولد میشن و روح هستن. خداوند میخواد که تولد نو، تولد روحانی را برای ما بده. از نگاه جسمانی خود ما فرزندان پدر و مادر زمینی خود هستیم، و اما وقتی که ما از روح خدا در عیسی مسیح بنا به فدیه‌ای که عیسی مسیح داد، کفاره‌ای که عیسی مسیح پرداخت با خون خود، ما خون خرید عیسی مسیح میشیم. او خون بهای آزادی ما قرار میگیره و به همین ترتیب روح عیسی مسیح ما را تولد نو میده. تولد نو، این تولد روحانی است و بنابراین کسایی که از روح تولد میشن روح هستن. و بنابراین فصل 4 آیت 24 انجیل مقدس یوحنا عیسی مسیح خداوند میگه که خدا روح است. کسایی که خدا را میخواهند در حقیقت پرستش بکنن، این نیست که در این کو بالا شو، در او دشت برو، در فلانی جای برو و یا یک تعمیر جور کنامش حتی کلیسیا و یا معبد و یا مسجد و یا
هر چیزی که شما مینامین، نه، خدا را میتونین در روح و راستی عبادت بکنین در هر جایی که هستین. خدا در هر جای موجود است. از همین خاطر او برای زن سامری بسیار واضح میکنه. وقتی که زن سامری عیسی مسیح میگه که شما یهودی ها میگین که رویتان اونو طرف کنین عبادت کنین، ما خو این قسم است از ما، عبادت ما این قسم است و اون قسم است. عیسی مسیح میگه متوجه باشی وقتی میایه که نه در ایجا نه در اوجا کسایی که خدا را عبادت میکنن در حقیقت در روح و در راستی عبادت میکنه. شما سامریان آنچه را میشناسید میپرستید، اما ما آنچه را که میشناسیم عبادت میکنیم، زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود میآید. بله، چون وعده داده شده که عیسی مسیح از همون قوم به دنیا میآید. اما زمانی میآید و این زمان همکنون شروع شده. این امیالی، این امروز روز نجات است. عیسی مسیح آمده، نجات بشر آمده که پرستندگان، کسانی که عبادت میکنند، پرستندگان حقیقی پدر را، خدا را با روح و راستی عبادت خواهند کرد. با روح و راستی عبادت خواهند کرد، نه با کوشش های انسانی که سفر بکنیم، در ایجا بریم عبادت بکنیم، در اوجا بریم عبادت بکنیم. در هر جایی که هستیم روح خدا را اگر شما میافین، روح خدا را این حال چطور آدم بیافه؟ کلام خدا برای ما میگه، کلام خدا برای ما میگه کسانی که در عیسی مسیح هستند، کسانی که به عیسی مسیح ایمان میارن، فصل 12 رساله اول قرنتیان میگه کسانی که به عیسی مسیح ایمان میارن خداوند وارا روح خدا عطا میکنه، وارا با روح خود غوطه میته، تعمید میته. پس وقتی که ما تعمید روح خدا را میگیریم، وقتی که روح خدا داخل زندگی ما، داخل قلب ما میشه، او وقتی است که ما خدا را با روح و راستی عبادت میتونیم. ما امکان نداره که خدا را در حقیقتش عبادت بکنیم. هر کی عبادت میکنه خدا را به ترتیب‌های مختلف، و اما عبادتی که در روح خدا نیست او مقبول خدا نیست. پس عبادتی که در روح خداست تنها ممکن از طریق روح خدا است، چون روح خدا داخل زندگی ما میشه، وارد حیات ما میشه و ما را افتخار ازیره که بر راستی خدا را عبادت بکنیم، این افتخار برای ما میبخشه. از همون خاطر عیسی مسیح میگه اما زمان میآید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان چی؟ حقیقی، نه پرستندگانی که فکر میکنن که در اونو زیارت میروم، در اینی جای میروم، در اونو مقام میروم و یا در فلانی کلیسیا میروم ما خدا را عبادت میکنم. نه، شما در 50 کلیسیا برین عبادتتان مقبول نمیشه، مقبول خدا نمیشه هرگز تا اینکه عبادتتان در روح خدا نباشه. فرق نمیکنه شما کلیسیا میرین، اما اگر شما از گناهانتان توبه نکردین، روح خدا داخل زندگیتان نشده، شما به فرزندی خدا قبول نشدین، عبادتتان قبول نیست. چون عبادت حقیقی، پرستش حقیقی در روح خدا ممکن است. کلام خدایی را میگه. من حسین اندریاس کانال محبت و یا کسانی که در این جمعیان کلام خدا را بخش میکنه، کلام هیچ کدام ما نیست، بلکه این کلام خداست، کلام مقدس خود خداست. خدا ایره خودش میگه که اما زمان میآید و این زمان همکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد. با اینمی ما امروز دعا میکنیم که خداوند برای ما، برای تمامی ما فیض عطا بکنه، کمک کنه ما را تا که ما عمق کلام خدا را درک بکنیم و معنای آمدن عیسی مسیح بر روی زمین درک بکنیم که او چرا آمد. او آمد که تا که ما را نجات بده، این به خاطر فیض او بود. او آمد که ما را آرامش بده، آرامش حقیقی را بده. او آمد که خونبهای آزادی ما شود. او آمد که ما را به فرزندی بگیره. ما کسانی که دشمن بودیم با خدا،
او آمد که ما را رهایی بده از تمامی از این چیزا. ای خداوند عزیز، تو را شکر میکنیم برای امروز. شکر میکنیم به خاطر تمامی مهربانی های تو. شکر میکنیم که تو خداوند ما هستی و تو محبت خود اظهار کردی با ما و حتی به صورت انسان در میان ما آمدی. تو خونبهای آزادی ما شدی، ما را زبان محبت یاد دادی، زبان فیض یاد دادی، زبان رحیم بودن یاد دادی، زبان شفیق بودن یاد دادی. خدای عزیز، خدای محبت، تو را شکر میکنیم برای امروز. ای خداوند، تو ما را کمک کن امروز وقتی که ما به کلام تو توجه میکنیم بشناسیم آن خدایی که کلام تو میگه کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. ای خداوند، بگذار که ما درک کنیم عمق کلام تو را. به نام مقدس عیسی مسیح خداوند، آمین. امروز سه‌شنبه است و در آفریقای جنوبی، مردم آفریقای جنوبی به خصوص و اما بالعموم بسیاری از کشورهای دنیا میگن در حدود 100 رهبرای و یا رؤسای جمهور و یا پادشاه‌های ممالک مختلف در آفریقای جنوبی رفتن، به شمول باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اوجا رفتن و تجلیل بکنن زندگی یک شخصی را که او به خاطر آزادی، رهایی مردم منطقه آفریقای جنوبی و حتی به خاطر ازی که این انسانها را آزادی بده، آزادی برشان بده، او 27 سال زندگی خود در محبس تیر میکنه، در زندان تیر میکنه، در روبن آیلند. ما در منطقه روبن آیلند رفتیم. خداوند برای من افتخار بخشیده که ما 2 بار آفریقای جنوبی برم و در منطقه کیپ تاون هست، در غرب کیپ تاون ای آیلند و یا ای جزیره واقع است. 27 سال زندگی خود این شخص در اوجا میگذرانه. و اما در مورد نلسون مندلا و یا همون قسمی که مردم قومیش و یا مردم قوسا میگن قوهیلالا مندلا، بسیار کم کسا میفهمند که او یک مسیحی متدیست بود، هست. او به عیسی مسیح ایمان آورده بود و او در آسمان هست امروز. او خدا را دوست داشت. درست است که حصه زندگی خود او مجبورن با جد و جهد بسیار مشکل گذراند. و اما ما در آخر ببینیم وقتی در سال 1994 ما ببینیم که آپارتاید خلاص میشه. آپارتاید یعنی جدایی سیاه‌پوستا و سفیدپوستا. وقتی که این لعنت خلاص میشه که در اوجا با جد و جهد یک شخص نلسون مندلا، ما متوجه میشیم ایجا بخشش که از قلب یک شخص میآید و یک قوم کاملا تغییر میده. ما این درک میکنیم که نفوس سفیدپوستا در آفریقای جنوبی بیشتر از 10% نبوده و 90% اکثرشان سیاه‌پوستان بودن. و این منطقه از بود، سفیدپوستا از دیگه جای آمده بود. و اما ما میبینیم که بسیار امکان داشت با سر قدرت آمدن تمامی سیاه‌پوستا در سال 1994 سیاه‌پوستا حمله بکنن به املاک و مال و زندگی سفیدپوستان و وارا تاراج ببره، و یا ای که سفیدپوستا بگریزن از کشور، مثل که سفیدپوستا از کشور همسایه زیمبابوه گریختن به خاطر از اینکه مردم زیمبابوه عین کار را کردن و زمینای سفیدپوستا را غصب کردن و گرفتن و حق خودی را میدانستن. و اما در آفریقای جنوبی این کار نشد. یک شخص نلسون مندلا، او چی میگه؟ میگه که ما به او راه و روش نفرت آمیز رفتار نمی کنیم، بلکه ما به راه بخشش و او بخشش نلسون مندلا از کلام خدا یاد میگیره. حتی کسی که زندانبان بود، زندانبانش بود در زندان، او شخص در روزی که نلسون مندلا
قسم یا سوگند ریاست جمهوری آفریقای جنوبی را یاد میکنه، او را دعوت میکنه که در او محفل باشه. این را میگن فیض، این را میگن بخشش. و اما در مقابل متوجه باشیم که بخششی که از جانب خدا از عیسی مسیح میآید بسیار بالاتر از بخشش های انسان ها، بلکه حتی از بخشش های مثل مهاتما کرمچند گاندی و یا روحی لالا نلسون مندیلا میشه. بخشش خدا به این صورت تماس میگیره وقتی که ما کاملا از خدا دور بودیم، دشمن با خدا بودیم، راهی جهنم بودیم. عیسی مسیح ما را بخشید. عیسی مسیح ما را بخشید. ما زندگی یک انسان امروز تجلیل میکنیم در دنیا، نلسون مندیلا. و اما در این ماه دسامبر در سراسر دنیا مسیحیا آمد عیسی مسیح منجی بشر، منجی بشر، نه تنها منجی یک قوم سیاه پوست و یا سفید پوست و یا سرخ پوست و یا زرد پوست، نه تنها تجلیل زندگی یک شخصی که میگذره و از بین میره، بلکه ما تجلیل میکنیم آمد عیسی مسیح را که او خدای زنده است. بر موت و گناه او پیروز میشه و در پیروزی او اگر ما ایمان میاریم ما هم پیروزمندان هستیم، ما فرزندان خدا می باشیم. کسانی که در آفریقای جنوبی هستند و به افتخار میگن که آل ما در یک آفریقای جنوبی آزاد زندگی میکنیم. و اما اگر کسی در آفریقای جنوبی به عیسی مسیح ایمان نمیاره و محروم میشن از کشور ابدی که خدا برای ما در عیسی مسیح آماده میکنه. چرا که عیسی مسیح بسیار واضح میگه که متوجه باشین، پریشان نباشین، دلتان تنگ نشوه، دلهای شما پریشان نشه، به خدا توکل کنین، به من هم ایمان داشته باشین. در خانه پدر من منزل بسیار زیاد است، اگر ایتو نمی بود من برای شما میگفتم. من میرم تا مکانی برای شما آماده بکنم و پس از اینکه رفتم و مکانی برایتان آماده کردم دوباره من میایم و شما را پیش خود میبرم تا جایی که من هستم شما هم باشین. فصل 14 انجیل یوحنا. شما میفهمین که من کجا میرم و راهش هم میفهمین. یک از شاگردایش که تو ما بود گفت که ای خداوند ما نمیدانیم که تو کجا میری، پس چگونه ما میتونیم که راهش بفهمیم؟ عیسی مسیح میگه من راه، راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من پیش پدر آمده نمیتونه. هیچ کس جز به وسیله من، به شمول نلسون مندیلا. اگر او به من ایمان نداره او پی خانه پدر من آمده نمیتونه. هیچ کسی نمیتونه. خواه شما هر چقدر نیکویی در دنیا بکنین، بسیاری کسا هستن نیکویی میکنن و نیکویی کردن خوب هم هست، بیوه ها را نان دادن، یتیما را فکرش کردن و این چیزها بسیار خوب است و ما متوجه میشیم اکثرا مسیحی ها این کار را میکنن بدون تفریق از اینکه از کدام مذهب و نسل و کشور هستند. تنها مسیحی ها این کار را میکنن. بله، به خاطر از اینکه مسیحی ها محبت خدا را ابراز میکنن، محبت خدا را نشان میتن، چیزی که عیسی مسیح مثال برای ما گذاشته اونمو را ابراز میکنن. پس ما متوجه از این باشیم دوستای عزیز که عیسی مسیح کسی است که تنها کسی است که او میگه که بجز به وسیله من هیچ کس پیش پدر آمده نمیتونه. آیا شما به عیسی مسیح ایمان آوردین؟ آیا شما اطمینان کامل دارین که شما جنت میرین، خانه خدا داخل میشین، در ابدیت، در زندگی ابدی، در زندگی همیشه داخل میشین؟ اگر اطمینان ندارین، این اطمینان تنها و تنها عیسی مسیح داده میتونه براتان. دیگه هیچ مذهب، هیچ دین، هیچ فلسفه براتان این وعده را داده نمیتونه. او میگه من اول و آخر هستم، ابتدا و انتها، الف و یا هستم. یعنی نه پیش از من نه بعد از من. اختیار حقیقی را مدارم. انبیا به حکم ما آمدن، کتاب از ماست، الف و یا ما هستم. میگه به من ایمان بیارین، پیش ما بیاین، یعنی تمامی کسایی که زحمت میکشین و زیر بار گرنگ هستین، من بر شما آرامش میدم.
خداوند شما را برکت بده و بعد دعا میکنیم که امروز وقتی کلامش از یکی از فرزندانش، بله یکی از خادمینش میشنویم، این کلام قلب ما را لمس بکنه و ما به او ایمان بیاریم، به این پیامش. پیام امروز ماست عیسی مسیح خدای ازلی و ابدی. خدای ازلی و ابدی. برادر عزیز ما نورالله جان از طریق اسکایپ که ما همراه هستند و امروز از کلام خدا بخش میکنن و ما دعا میکنیم خداوند برکت بده ایشان و ما را، همه ما را. خواهش میکنیم در دعا باشین و کلام خدا را بشنوین. برادر عزیزم نورالله جان، وطندار گلم، مانده نباشی. سلام عرض میکنم برادر حسین عزیز، خوب هستین؟ سلام احترامات خدا برای تمامی وطندارای گل خود در هر جایی که هستن تقدیم میکنم و خوش و خرم و سرحال و سلامت باشین به نام عیسی مسیح. آمین آمین. برادر عزیزم خداوند در قلبتان چه گذاشته؟ ما منتظر هستیم از شما بشنویم. بله، خداوند در قلب ما سنجان میفهمه که بسیار سال پیش خودش گذاشته. ما اگر در یک کلمه خلاصه بکنیم، عیسی مسیح در قلب ما برای همگی هست. که همه چیز به نام عیسی مسیح. خدا را شکر میکنیم. همونطور که شما گفتین حسین عزیز در اول برنامه که خداوند عیسی مسیح خدای ازلی و ابدی است، عنوان برنامه یا عنوان پروگرام شما اعلان کردین گفتین. بله، و همونطور که میبینیم دوستان عزیز، ما تقریبا در هفته‌های آخر سال هستیم و رفته یک سال دیگه است میگذره و وارد سال جدید میشیم با امید خدا چند وقت دیگه. اما دوستان عزیز، جهان امروز این روزها را روزهای فرخنده و روزهای با برکت را جشن میگیرند. روزهای فرخنده را در شادی و شادمانی سپری میکنند و میبینیم که در هر جای در تمام دنیا این روزها که جشن میگیرند، مردم لباس های نو میخرن، سوغاتی میخرن، توفه ها میخرن برای من دیگه میرن و تا بعضی جایا در تاریخ 25، بعضی جایا تاریخ 26 این روز تجلیل میکنن و همین سوغاتی و توفه هایی که برای دیگه خریدن رو تبادله میکنن که روز بسیار خوبی است، روز خجسته است. خدا را شکر بر این روز. ولی چرا میکنن دوستان عزیز؟ چرا این کارم میکنن؟ حسین عزیز در اول برنامه گفت که خدای ازلی و ابدی عیسی مسیح که تجسم کلمه خداست آمد برای زمین. عیسی مسیح کلمه بود، کلمه از خدا بود، کلمه خود خدا و در ازل بود و این ما کلام خدا بر ما ثابت ساخته اید. ما ایمان داریم به این گپ و درست است که امروز ما ولادت زمینی عیسی مسیح یا گم گذاشتن عیسی مسیح خداوند برای زمین تجلیل میکنیم و من اجازه میخوام که پیش از پیش امروز در این لحظه میلاد عیسی مسیح را پیش از پیش بر تمامی وطنداران و دوستان عزیزم در هر جای دنیا که هستند تبریک عرض بکنم. آمین. مجسم شدن کلمه خدا بر روی زمین دوستان عزیز برای شما تبریک باشه. البته روزش بعدا است ولی خب من امروز از طریق پروگرام برای شما ابراز چیز کردم، تبریکی کردم. ولی دوستان گفتم که دوستا میرن و سوغاتی و توفه را که میخرن به خاطر تولد جسمانی عیسی مسیح در این زمین است و این روز جشن میگیرن. درست است، کار نیکویی است، خدا را شکر، بله واقعا این گپ هست، واقعا است. ولی فی الحقیقه اگر توجه بکنید دوستان عزیز که عیسی مسیح از ازل بوده و هست. عیسی مسیح تنها این نیست که امروز جسماً برای زمین آمد. ما در کلام خدا در کتاب مکاشفه میخوانیم و بسیار واضح خود کلام خدا گفته برای ما که در کتاب مکاشفه باب 22 آیه 13 میگه من الف و یا، اول و آخر، ابتدا و انتها هستم. وقتی که عیسی مسیح خودش این اعلان میکنه و به صراحت میگه که من اول و آخر هستم. یعنی دوستان عزیز اگر یک میز چوکی ساخته میشه پس یک نجاری است که اون میز چوکی ساخته. اگر ما شما یک ساختمان و تعمیر میبینیم که بنا شده، حتما یک بنایی بوده، یک بنایی بوده، یک گلکاری بوده، یک مهندس بوده، یک کسی بوده که ساخته و امروز ما شما ساختمان میبینیم. همین رقم در دنیا همه چیز را، هر چیزی که ما میبینیم ساخته شده پس یک کسی بوده که ساخته. اگر موتور ساخته شده پس حتما یک مکانیک، یک انجینیر بوده که موتور ساخته. پس وقتی که به جهان خلقت نگاه بکنیم دوستان عزیز میبینیم که این جهان هستی را و خدای هست که هست کرده، خدای هست اینا را ساخته و خلق کرده. او خداوند عیسی مسیح که امروز ما تجسمش در زمین میبینیم. اما کلام خدا بر ما میگه که ما اول آخر، انتها و ابتدا و انتها
عیسی مسیح از اول بوده و تا آخر هستش. و چرا دوستان عزیز وقتی که چیزا رو میبینیم و امروز میبینیم که اگر خدا هست و که هللویا آمین خدا هست، و چرا پس این مشکلات و همه رنج در دنیا هستش و بوده؟ بله دوستان عزیز، این به خاطر همون گناهان است که همیشه از طریق پروگرام ها صحبت کردیم که به خاطر گناهانی که در زمین است و گناهی که از نسل آدم و حوا آمد امروز جهان وارد این مشکلات شد. اما دوستان عزیز به این توجه بکنید که خدا هیچ وقت ما را تنها نمانده و نمیمانه. حتما کارهای داشته و پلانهایی داشته در سر خودش، در قلب خودش، و او کارش و پلانش انجام داد داره ما شما. بله. در کتاب مکاشفه در کلام خدا در عهد عتیق میخوانیم، در کتاب پیدایش در باب 3 در آیه 15 من اینجا خدمت دوستا بخوانم. وقتی که گناه دوستان عزیز در روی زمین میآید، خدا از اون زمان برای شریر شیطان وعده میده آمدنش برای زمین و میگه که یک روز سر شیطان را میکوبه، از بین میبره و او روز رسیدنی است. خدا را وعده میده و امروز میبینید که وعده از او عمل میشه در عیسی مسیح. عیسی مسیح که امروز واقعا که از مردگان قیام میکنه، خاطر همون وعده است که پدر در روز اول داد. در باب 3 کتاب پیدایش آیه 15 میگه که در بین تو و زن دشمنی میاندازم، نسل تو و نسل وی همیشه دشمن هم میباشند. او سر تو را مشکند و تو کوری پای او را میگزی. او سر تو را مشکند، یعنی وعده خداست که به شریر میته که یک روز میرسه که این قدرت تو از بین میره و همون کارام شده. و میبینیم که هر چی که در این زمین اگر این شریر مشکلات و جنجال ها را به پا انداخته و زیادش کرده، اما وعده خدا سر جاش با قوت خودش باقی مانده. و قوت خدا را و وعده خدا را ما در وعده دوم در خدا میبینیم که خداوند باز چی وعده میده دوستان عزیز. بازم خداوند وعده میده در کلام خودش در کتاب اشعیا باب 9 آیه میخوانیم که خداوند خودش چی گفته در باب 9 کتاب اشعیای نبی، از طریق نبی خودش دوستان عزیز دوباره خداوند وعده خودش را تجدید میکنه برای ما شما. بازم یک وعده میده که همون شریر شیطان شکسته میشه و یک نور در این دنیا میاد. کدام؟ کلام خدا در اشعیا باب 9 آیه 2 میگه قومی که در تاریکی راه میرفتن نور عظیمی را میبینند و بر کسانی که در سرزمین تاریک به سر میبرند یا میبردن روشنایی میتابد. دوستان عزیز انسانها را خداوند خلق کرده. ما همه مخلوقات خدا هستیم، در هر نژاد و هر رنگ و هر پوسته که هستیم. اما تو حسین عزیز گفت آفریقای جنوبی یا سفید پوست های آمریکا، هر کس در هر حتی شما افغان ها در دورترین نقاط افغانستان، در هر جایی که هستیم، در هر نقطه دنیا که زندگی میکنیم، مخلوقات خدا هستیم و یک خدایی هست که ما شما را خلق کرده. و خدا یک خداست و خدای پدر همگی ما شماست که خلق کرده. اما ای که انسان ها از خدا دور شدن این مسئله جداست و این روش صحبت نمیکنیم. اما میگه قومی که در تاریکی راه میرفتن نور عظیم را میبینن. و بازم تکرار میکنم دوست عزیز من که امروز تو دوست من و هموطن من امروز نور عظیم خدا را دیدی. عیسی مسیح آمد در این زمین، گام گذاشت و تو را دیدی. اما تو بشریت و انسان ها دیدنشه. و میبینیم که دوستان عزیز این خداوند همیشه هر روز به وعده‌اش امین است و روز به روز وعده‌اش انجام داده میره. و وقتی که خداوند وعده داد که قومی که در تاریکی است نور عظیم را خواهد دید و نور عظیم را دیدن. نور عظیم را دیدیم امروز که عیسی مسیح آمد. همین رقم کتاب لوقا را میخوانیم در باب 3 آیه 15 که مردم فکر میکنن که یحیای نبی چی است؟ او همون مسیح موعود است که خداوند وعدهش کرده بود آمد. اما نوری که در تاریکی باید بیاید پس آمده فکر میکردن که او کسی که شریر شیطان از سرش مشکنانه آمده. این فکر کردن اشتباه است و اشتباه فکر کرده بودن. چرا در روز زمان دوستان عزیز 400 سال خداوند نبی و پیغمبر را نمیفرستد در روی زمین. یک مدت زمان را مطابق پلان و نقشه خودش و هیچ نبی در روی زمین نمی باشه. و اینجاست که مردم در روی زمین و قوم اسرائیل چی میکنن؟ در انتظار وعده خداوند هستند. انتظار میکشن که خداوند کی وعدهش انجام میده. مگه خداوند بر ما در کتابش نگفته بود که سر شیطان را کسی میگه که سر شیطان را بکوبه؟ مگه خدا وعده نداده بود که قومی که در تاریکی است نور عظیم میبینن؟ ما امروز در تاریکی هستیم، در جنجال هستیم، گناهان پوشانده ما را. کجاست؟ 400 سال است هیچ نبی نیست.
چطور میشه؟ این کی است که میآید؟ پس حتما همون یحیی است که آمده این گپ میزنه. و چون یحیی مهیا کننده راه برای ورود خداوند برای زمین است، مردم فکر میکنه که گویا او مسیح موعود است، تیار کننده راه. بله، مهیا کننده راه. و یحیی خودش با جرأت و صراحت اعلان میکنه و میگه که نه من او مسیح نیستم که در شما فکر میکنین. بیانید از کلام خدا بخوایم در کتاب باب لوقا آیه 15 باب 3 لوقا آیه 15. باب 3 لوقا آیه 15 میگه مردم در انتظار به سر می بردن و از یکدیگر میپرسیدند که آیا یحیی مسیح وعده شده است یا نه. ببینید دوستان، مردم در انتظار بودن، فکر میکردن که این یحیی است. بله، خداوند وعده چیز دیگه بود، عمل خدا چیز دیگه بود، کار خدا چیز دیگه بود که در وقت زمانش انجام باید میداد. که به او وقت آمدن خداوند برای زمین و گام گذاشتن عیسی مسیح برای زمین و آمدنش از مریم باکره وقت زمان خودش داشت. با فکر ما انسان ها نبود، با خواست ما هم نبود و در قوت و صلاحیت ما هم یا انسان های روی زمین نبود. حتی در صلاحیت پیغمبرها و نبی های گذشته نبود. فقط این در قدرت خود خداست که تصمیم گرفت، وعده کرد و وعده خدا در وقت زمان معینش باید چی کنه؟ انجام بده و انجام داد. چنانچه دوستان عزیز میبینیم که خداوند به وعده خودش عمل کرد. اما تو که یحیی میگه نه، من مسیح موعود نیستم. پس ما دیدیم که مسیح موعود آمد و میلاد ظفرمند عیسی مسیح را، منجی عالم، منجی بشریت میبینیم. میبینی که باکری که وعده داده شده که باکری آمده شده پسری خواهد زید، او پسر آمد از آسمان، نه به فکر انسانی، نه به توردهای انسانی، بلکه فرزند خدا، به او خدای جسم پوشیده، او کلمه خدا جسم را میپوشه و میایه وارد این جهان تاریک و وارد این جهان پر از گناه میشه. دوستان عزیز، اینا خدمت شما بگویم که آمدن عیسی مسیح و گام گذاشتن مسیح منجی بشریت برای زمین یک دفعی و تصادفی هم نبوده، خود به خودی هم نبوده که بدون هیچ کدام مقدمه و بدون هیچ کدام موضوع یک دفعه بیای مسیح در زمین، یک انسان و کلان شوه و بگه که اوه مردم، ای مردم ببینید من پیغمبر هستم، بیاین پیرو ما شوین، من برای شما راه خداپرستی یا راه خدا نشون میدم، برین در فلان کارا را بکنین، برین فلان جایا برین، کدام کارا را بکنین و تا به خدا برسه. نه، مسیح میگه منم راه، منم راستی، منم حیات، بیاین از طریق من به پدر بیاین. اما آیت که خدا برادر حسین شما گفتین در اول، بله مسیح تصادفی نامد برای زمین، بلکه خداوند نقشه و پلانی که داده بود که در اول گفتم که وعده داد در کتاب پیدایش که سر شیطان میشکنه، یعنی از نسل زن کسی میه که مریم باکره باشه، قومی که در تاریکی است نور عظیم را خواهد دید. و در یوحنایی که میگه که کلمه جسم پوشید آمد بر زمین، بله کلمه جسم پوشید آمد بر زمین و همگی مردم را دیدیم و دیدیم که چطور آمد، نه که خودش خدا معرفی کرده باشه، بلکه دوستان عزیز بفهمین چی شد. زمانی که مسیح خداوند پا بر زمین میذاره، کلام خدا برای ما میگه ما صدای را از آسمان میشنویم که این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. این صدا را ما میشنویم و امروز بشریت صدای ندای از آسمان میشنود، دوستان از طرف خود خدای خالق صدای را میشنود که این است پسر عزیز من، این است پسر محبوب من. پس میبینیم که این کار در قدرت خود خداست و خدا آمد و منجی عالم، منجی بشریت چی میکنه؟ وارد زمین میشه تا چی بکنه؟ تا وعده خدا را جامع عمل بپوشانه. وقتی که خدا وعده داده بود و وعدهش باید عمل شد. دوستان عزیز، وطن دار گل من، عیسی مسیح در مقام مسیحا وقتی که پا میگذاره در زمین، گفتیم پیشگویی های کلام خدا را عملی میکنه، یا بهتر بگویم که در تولد جسمانی مسیح در روی زمین خدای پدر تمام وعده هایی که داد برای من تو ثابت ساخت که ببینید مخلوق من، چیزی که من میگم هیچ وقت دروغ نمیگم، فراموش نمیکنم، او کار حتما شدنی است. چون کلام خدا برای ما میگه خدا انسان نیست که دروغ بگوید، خدا چیزی که میگم میشه، خدا گفت و شد،
خدا در خلقت، در آفرینش، در اول گفت که روشنایی شود و شد. خدا با کلامش روشنایی را ساخت. پس خدا هر وعده که میته و انجام میگیره. اما تو که مردم از یحیی میپرسن که او اما مسیح موعود است و یحیی میگه نه، من نیستم مسیح موعود، ولی کسی میگه که بالاتر از من است. کسی میگه که من لایق نیستم حتی بند بوتای از رو آواز بکنم. دوستان عزیز، این سوال مردم که مردم از یحیی سوال میکنن که تو مسیح هستی، ولی خود مسیح جواب میده برای مردم. دوستان عزیز خوب توجه بکنید، خود عیسی مسیح منجی بشریت، نجات دهنده تو دوست عزیز و وطندار گل ما، کسی که به خاطر نجات تو قدم گذاشت بر زمین آمد، جلال آسمان را گذاشت. کلام خدا میگه که عیسی مسیح با این که با خدا برابر بودن را غنیمت ندانست، صورت غلام به خود پوشید، آمد برای زمین. به خاطر من و تو آمد دوست عزیز که بیاید و فدیه گناه ما تو شود و ما تو را نه به طلا و نقره، نه به چیزای گران قیمت که میلیاردها یورو قیمتش باشن، نه، بلکه با خون گرانبهای پسر خود پدر ما تو را خرید. و دوست عزیز وطندار گل من، تو را هم خریده. تو هم در نظر خدا عزیزی، تو هم میتونی لایق خدا شوی. خدا میتونه تو را هم در آغوش خود داشته باشه، ولی به شرط که تو انتخاب بکنی و بپذیری گپه که مسیح به خاطر تو گام گذاشت بر زمین. و این سوال که او زمان مردم میکرد و امروز هم دوستان عزیز این سوال بسیار مردم ها میکنن که آیا واقعا مسیح که وعده داده بود خدا آمده است یا هنوز در حال آمدن است؟ شاید بعد از این شاید خدا وعدهش هنوز زمانش نشده. نه دوست عزیز، این نیست. چرا؟ من براتون بگم واقعا دوستان که این سوال از من کردن که هنوز مسیح نامده، میایه، خدا وعده که هنوز نامده میایه، اما کلام خدا برای من وعده کرده و وعده خودش عمل کرده و من دیدم در وعدهش و ایمان آوردم به این وعده. و تو هم میتونی ایمان بیاری، فقط بخوان کلام خدا را 100%. کلام خدا زنده است، با تو گپ میزنه و باور میکنی که گپ در کجاست. حقیقت خودت میشناسی، چون کلام خدا میگه هر کی با حقیقت آشنا شود حقیقت او را چی میکند؟ آزاد میکند. حقیقت او را آزاد میکند. پس تو میتونی که با حقیقت آشنا شوی، برای بشرط که خودت بخوایی و بیای نزدیک و قبول بکنی. با این جواب را دوستان عزیز خود عیسی مسیح میده. بعد میریم مراجعه میکنیم به کلام خدا. بیایم در کتاب لوقا باب 4 آیه چند تا آیه را بخوانیم از لوقا باب 4. برادران عزیز، برادران عزیز چی جان، نورالله جان به اجازه تان خواهر در یک وایس میل گذاشتن امیر میشنویم. وقتی شما صحبت میکردین میشنویم که ایشان شاید تقاضای دعا دارن. مثلا شما صدا نشدم، فکر کردم شاید قطع شده باشه، ولی خدا را شکر. من این وایس میل میگذارم. الو سلام، خسته نباشی. شهناز هم مزاحمتون شدم. میخواستم اسم من و خانوادم و برای دعا بنویسید و برامون دعا کنید. خیلی ممنون ازتون. خداحافظ. آمین. حتما دعا میکنیم. خواهر عزیزم بسیار تشکر از تلفنتان. صدای از این خواهر شنیدین نورالله جان؟ بله بله بله. اگر شما لطف کنین یک دعا بکنین، اگر شما لطف کنین یک دعا بکنین برشان. حتما. من می لحظه کوتاه دعا میکنم برای خواهر عزیز شهناز. دیگه خواهر برادرای ما هم اگر صدای خواهر ما را شنیدن لطفاً برشان دعا بکنین. بله. اسمشان شهناز بود؟ بله بله. من دعا میکنم خواهر عزیز من شهناز، گرچه موضوع دعایت نگفتیم مشخص‌تر که چی است، ولی در هر حال خداوند زنده است، دعای ما را میشنوه و خودش مطابق اراده خودش عمل میکنه. پدر جان، به نام عیسی مسیح فرزند دعا میکنم خداوندا، با قوت روح القدس تو شکر میکنم خداوندا که تو اجازه میدی و ما در حضور تو بیایم دعا بکنیم و تو مثل پدر سخاوتمند و پدر با محبت بشنوی و عمل بکنی خداوندا. خواهر من عزیز مرا شهناز با خانوادهش
خداوندا زیر پوشش خون تو عیسی مسیح و سلطنت روح القدس تو قرار میتم خداوندا. برکات آسمانی را خداوندا از سما بریز به زندگیشان خداوندا. یکی چی تقاضای دعا دارن خداوندا، تو قادر مطلقی خداوند، تو آگاهی داری از ما انسان ها، میشناسی ما انسان ها را، تو باید خداوند با خواستای زور رسیدگی بکو و مطابق اراده خودت خداوند با وقت زمانش و این خوار ما رسیدگی بکو و خداوند هر دعایی که داره برش اجابت بکن. مسیح زنده شکر میکنم خداوند که امروز تو خداوند و دعا میکنم که در این خواهر ما و در خانوادهش مسیح جان تو تولد جسمانی نه بلکه تولد روحانی بیابی، در قلباشان خداوند تولد شوی و زندگی خانوادگی خواهر ما را خداوند دگرگون بکنی و یک انقلاب روحانی در زندگی و قلباشان موجود ده. به نام عیسی مسیح خداوند دعا کردم. آمین. 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 بله بفرمایید برادر از شما از انجیل لوقا فصل 4 آیات 17 تا 19 میخواستین، روی پرده هست برای شما. روی پرده است. من اجازه میخوام کتاب ما باز بکنم که امو آیه است کلام ما بخوانم. بله. کتاب لوقا باب 4 از آیه 17 بود تا آیه 19. بله. میخواید من بخوانم براتون؟ نه میخوایم بخونیم ولی من پیداش کردم نمیتونم بسیار خوب بفرمایید. کتاب دوستان قبل از اینکه با ایده باید بگویم که وقتی که مسیح وارد کنیسه میشه، عبادتگاه میشه، اونجا میخواد که صحبت بکنه و صحبت از اینجا شروع میکنه و به خاطر ثبوت صحبت خود، چون اوقات مردم میخواستن از طریق کلام زیادتر بفهمن که گپ چی است و خدا را زیادتر از طریق کلام میشناختن، مسیح خداوند چی میکنه؟ کلام خدا را باز میکنه، کتاب تورات و شروع میکنه به قرائتش. از کجا؟ از جایی که در رابطه با خود عیسی مسیح گفته شده میخوانه. چی میگه؟ کتاب اشعیا نبی را به او دادم، کتاب را باز کرد و آن قسمت را یافت که میفرماید روح خداوند بر من است، او مرا مسح کرده است تا به بینوایان مژده دهم، مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. هللویا. دوستان عزیز خدا را شکر میکنم. عیسی مسیح میگه که روح خدا بر من است، مرا مسح کرد و فرستاد. دوستان عزیز مسیح خداوند تجسم کلمه بر زمین ما شما را دیدیم. مسیح کلمه خدا بود، جسم انسانی پوشید، انسان شد مثل ما و تو، گوشت و پوست و خون گرفت به خودش، آمد بر روی زمین مثل ما تو انسان شد و تا چی بکنه؟ تا درد و رنج ما را برداره. اگر دوستان عزیز ما توجه بکنیم به زندگی پیغمبران و نبی هایی که در کلام خدا نوشته شده و ما باور داریم، اطمینان داریم که خداوند تعداد نبی و انبیا را روان کرده، همشون انسان هایی بودند که از پدر مادر جسمانی به دنیا آمدن و بالاخره فوت شدن و حتی قبرهایی دارن. اما دوستان عزیز آمدن عیسی مسیح بر زمین، حتی تولدش عجیب بود. از خانم به دنیا میاد که باکره است، مریم باکره، که تمام بشریت موضوع خبر داره. من میفهمم که مریم باکره بود، عیسی مسیح به دنیا آمد، از روح خدا حامله شد عیسی مسیح. حالا دوستان عزیز این وقتی که میبینیم پیغمبرا و نبیا کارهای خدا را در زمین کردن، اما کاری که عیسی مسیح کرد، کارهایی که عیسی مسیح کرد در زمین، هیچ پیغمبر و نبی نتونست در زمین بود. مقصد شما ببخشید وطندار عزیز، مقصد برادر عزیز ما این بود که مریم از روح خدا حامله میشه و عیسی مسیح تولد میشه. بله بفرمایید برادر عزیزم. بله مریم باکره از روح خدا پر شده و مسیح به دنیا میاد. بله. این کلام خدا میگه و کل بشریت را خبر داره. اینجا دوستان عزیز کلام خدا را میبینیم که میگه که روی خداوند بر من است، او مرا مسح کرد تا به بینوایان مژده دهم. اونایی که مژده یعنی چی؟ مژده انجیل یعنی خبر خوش، یعنی خبر نجات، نجات از اسارت، نجات از گناه. او گناه اولیه که ما دوستان عزیز در ابتدای کلام خدمت شما گفتم، زمانی که در باغ عدن گناه به وجود صورت میگیره، اونجا پدر وعده میده که از نسل این زن کسی میگه که سرت تو را میکوبه و از بین میبره. برای با اون وعده خود باید امروز
و وقتی که گناه میاد دوستان عزیز، انسان و بشریت چی میشه؟ اسیر گناه میشه، در گناه محکم گرفته میشه. اینجاست که مسیح میگه که ما آمدیم تا چی بکنم؟ تا به بینوایان مژده دهم، مژده آزادی بدم و بگویم که دوست من، عزیز من او راه و راستی هستم که آمدیم تو را آزاد بکنم، گناهان تو را ببخشم. خون ما در صلیب برای بخشش گناهان توست. این مژده را بده. یک و دوم دیگه، مرا فرستاده تا آزادی اسیران را، همون اسیرایی که در گناه امروز اگر اشتباه نکنم 6 میلیارد جمعیت انسان در روی زمین از آدم هوا به طرف در نسل گناه به وجود آمدن. حالا باید این انسان ها از گناه نجات پیدا بکنن. این اسیرایی که اسیر شدن، زندانی شدن، باید نجات پیدا بکنن و فقط یک شخص به نام عیسی مسیح میتونه این آزادی رو به وجود بیاره. بس هیچ راه دیگه وجود نداره. خون عیسی مسیح در صلیب جلجتا باعث بخشش او گناهان و آزادی این اسیران است دوستان عزیز. و بینایی کوران را با قرآن بینایی ببخشم. با کدام قرآن؟ دوستان عزیز کلام خدا میگه نه تنها قرآنی که مادر زاد بودن، از مادر کور زاده شده بودن، جسمانی منظورم است، اینا رو خداوند عیسی مسیح شفا داد که ما به وضوح دیدیم و کاملا دقیق است. منظور از این دوستان عزیز قرآن روحانی است. کسانی که کلام خدا میگه چشم دارین نمیبینیم و گوش دارین نمیشنویم، قرآن روحانی را در قدم اول تصمیم داره که خداوند شفا بده. اونایی که واقعا اسم خدا را بخوانن و نجات پیدا کنن. بله. ستم دیدگان را اعلان بکنن. دوستان عزیز وقتی کسی که اسیر است، وقتی کسی که کور است، وقتی کسی که هیچ قدرت و صلاحیتی از خودش نداره، وقتی که در قفسه گرفتار شده، چطور میتونه خودش آزاد بکنه؟ چطور میتونه از خودش اراده داشته باشه؟ چطور میتونه تصمیم بگیره؟ چطور میتونه که ثروتمند باشه؟ پس راه ای است که آزاد باید شود. از او زندان، از او اتاق، از او جهنم باید بیاد بیرون تا او آزادی را داشته باشه. بنابراین مسیح خداوند میگه که من دوست عزیز تو ستم دیده هستی، ستم شده سرت. ما رو تو را یا انسان روی زمین شریر شیطان ستم کرد، سرش ظلم کرد، یعنی گناه سر ما و تو زور شد، فشار آورد، ما تو را در قبضه خود گرفت و چی شده؟ امروز ستم میکنه سر ما، تو ظلم میکنه. ما شما افغانای کلمه ظلم و ستم و بسیار برش آشنا هستیم دوستای افغان منه. ما شما بسیار میفهمیم که ظلم و ستم یعنی چی. تنها به این نیست که کسی قدرت و صلاحیت دنیایی داره و کسی که در زیر دستش است او را سرش فشار میاره، برای او هم ظلم و ستم است. این ظلم و ستم دنیایی است، ولی ظلم و ستم روحانی که شریر شیطان در زندگی در درون انسان، در قلب انسان آورده، از این ستم انسان خلاص بکنه و سال فرخنده خداوند را اعلام بکنه. و سالی که خداوند بر زمین میاد و روز فرخنده، عید فرخنده، مثلا روز که ظهور میکنه مسیح ها بر زمین قدم میگذاره، این روز را اعلان بکنه برای ما شما. و خداوند مطابق وعده‌اش از اول که وعده داده بود دوستان عزیز، میبینیم که هر یک وعده خداوند، هر یک وعده یکی پشت سر دیگه در وقت معینش، در زمان معینش، روز به روز، لحظه به لحظه، وقتی خداوند تعیین کرده عملی شده رفت. آمین. تا بازگشت عیسی مسیح، بازگشت ثانی عیسی مسیح، گویا ما و شما در انتظارش باشیم و هست. آمدنی است روز. کلام خدا میگه که مسیح گفت من برمیگردم. اون مسئله جداست، ولی میبینیم که دوستان عزیز ما شما ستم دیده هستیم، ما شما رنج کشیده هستیم، ما شما زیر بار هستیم، ولی این اول آخر، یعنی عیسی ابدی، عیسی ازلی و عیسی ابدی، عیسی که در جسم انسانی وارد زمین شد، اما او ذات خدا، او ذات اقدس خدا و او کلمه خدا، او فکر خدا، کلمه خدا جسم میپوشه، میاد وارد زمین میشه در بدترین جای که من امروز نخواستم روی این موضوع صحبت بکنم، در اصل تصمیم داشتم روی این گپ بزنم دوستا که چرا مسیح در یک آخور یا در یک قبیله به دنیا بیاید. ولی مسیح میاد به خاطر اینکه قلبای ما تو، زندگی ما تو کمتر از
اما هر گناهی که در انسان باشه همون بدی است، همون مثل طبیعه میشه. خدا آمد تا ما را نجات بده، تا ما را از زیر بار سنگین گناه رهایی بده. و اما قسمی که در کلام مقدس خدا ما میخوانیم که شما فیض خداوند ما عیسی مسیح را خوب میدانید که او چقدر ثروتمند بود. او ثروتمند بود و اما به خاطر ما او غریب شد تا از غربت او ما ثروتمند شویم. عیسی مسیح آمد مقصد آمدن عیسی مسیح ای بود که او ما را از دلدل گناه آزاد بکنه. از همین خاطر است که او در یک آخور تولد میشه، چون هیچ مادر ای را نمیخواهد که فرزندش در یک آخور، فرزندش در یک طویله پیدا شود. و اما عیسی مسیح با پلان ابدی خود ای را نقشه میکنه، چون که ما میبینیم که او این پلان به خاطر میکنه تا هیچ انسانی هیچ دلیل نداشته باشه بگه که خدای تو از درد ما چی میفهمی. خداوند میگه که من از دردت میفهمم، من غریب ترین ها شدم تا که شما را در ملکوت خدا فرزند خدا و امیر بکنم و شما را من ثروتمند بکنم. ثروت خدا برای ما میده. بله برادر عزیزم، فقط متاسفانه وقتی ما بسیار کم مانده، 1-2 دقیقه دیگه لطف کنین. 2 دقیقه دیگه. بله دوستان عزیز، ما واقعا قبل از شروع برنامه وقتی که با برادر حسین عزیز دعا میکردیم برای برنامه، خداوند یک آیه را در قلب ما گذاشت و ای از مزمور است برادر حسین جان عزیز ما میخوایم بخوانم برای دوستان عزیزم. دوستان عزیز وطن داره گلم، این آیه را خداوند در قلب ما گذاشت برای شما، برای هر وطندار عزیزم، برای هر فارسی زبان عزیز، هر کسی که صدای ما را میشنوه و ما را میبینه در هر کجای از این زمین پهناوری که هستی. در مزمور 121 از آیه 5 براتان میخوانم. بله. خداوند حافظ توست وطندار گلم، خداوند به دست راست تو سایه توست. آفتاب در روز به تو آسیب نمیرساند و نه مهتاب در شب. خداوند تو را از هر بدی نگاه می‌دارد، او جان تو را حفظ می‌کند. خداوند خروج و دخولت را نگاه می‌دارد از حال تا به ابد. آمین آمین ابد خدا با تو هست. آمین. خدا را شکر. به اجازه تان از مکه جان تلفن آمده، خواهر عزیز ما. امی تلفن میگیریم. مکه جان، وقتی برنامه ما هم به اختتام میرسه و اما بسیار خوشحال هستم شما تلفن کردین. بفرمایین، روی خط هستین. سلام علیکم خواهر عزیزم، بفرمایین. سلامت. خدا را شکر میکنم خواهر. شما خوب هستین؟ خانواده خوب هستن؟ زنده باشین، سلامت باشین. کل سلام دارم. میدونم که وقت برنامه کردم یک شعر داشتم میخواست مامور بخوانم تا وقت برنامه. بفرمایین خواهر عزیزم، فقط تا آخر برنامه از شماست و خواهش میکنم بفرمایین. ممنون. در هر آنجا که بنشینم در آرزوی تو باشم، بدان امید که میدهم جان که در ملکوت تو باشم. وقت صبحدم که سر از خواب برارم، جستجوی مسیح و با گفتگوی تو باشم. می بهشت ننوشم ز دست کسی جز آن که مسیحا با تو باشم. مرا به کسی نیست حاجت که خدایم مسیحا و عاشق باشم. جمال حور نجویم که مست روی مسیح و در ملکوت تو باشم. حدیث روزه نگویم جز آن که هلو آشنا به نام تو باشم. در هر آنجا که بنشینم در آرزوی تو باشم. میدهم جان که در ملکوت تو باشم. آمین. خداوند بله، خداوند شما را برکت بده. خواهر عزیزم. اگر در ادامه چیزی گفتنی دارین، هنوزم ما وقت داریم برای شما. آدم از اینکه با شما تماس داشتم و صدای شما رسیدم خیلی خوش شدم، خیلی هم خوشحال شدم. ان شاءالله که همیشه شما سالم باشین و پایدار. بعد از برنامه هم خواستم اگر تانستن یک تماس با شما داشته باشم. حتما خواهر عزیزم، اگر شماره تلفنتان پیش ما مانده بود من حتما زنگ میزنم. اگر نمانده بود لطف کنین برای ما زنگ بزنین به شماره تلفن شخصی ما
که همیشه از طریق از برنامه میگم، و یا به همین شماره تلفنی که الان زنگ زدین زنگ بزنین. از طرف من خانواده را سلام میگیم، به خصوص برادر هادی را خداوند شما را برکت بده. تقدیم به تمام خواهرها و برادران مسیحی کردم و تولد مسیح و تولد خدا پدر و همه دوستان برادران خواهرها تبریک میگم. به همین ترتیب به شما هم تبریک میگیم خواهر عزیزم. همه خانواده را از طرف ما سلام میگیم. خداوند شما را برکت بده. خدا را شکر میکنیم. برادر عزیزم نورالله جان، از کلامی که امروز آوردین بسیار بسیار تشکر. خداوند شما را برکت بده. واقعا کلام پر برکت بود. نجات خداوند برای تمامی انسان هاست. او به خاطر عظمی آمد که او خونبهای آزادی ما شود. او به خاطر عظمی آمد که او ما را نجات بده. و بسیار جالب است تمامی مذاهب و ادیان و فلسفه های انسانی و هر چیز برای ما تنها میگه که ما شما را در مورد خدا، در مورد از اینکه چطور در جنت برین کتان صحبت میکنیم. اما در مکتب مسیح، در کلام خدا ما میبینیم که دوست عظیم خدای قدیر خودش میآید در بین انسان ها تا که او ما را خودش بالا ببره. اما قسمی که عیسی مسیح وعده میده، میگه که پریشان نشوین، من میرم و برمیگردم و شما را هم در جایی میبرم که من هستم. این وعده جاودانی خداوند هست و خدا را شکر میکنیم. برادر عزیزم، از طرف من خانواده را سلام میگین. خداوند شما را برکت بده. تشکر. خداوند شما را برکت بده. شما هم سال خوبی در داشته باشه، سال پر از برکت، فیض و رحمت باید تمامی وطنداران عزیزم زیر باران رحمت خداوند باشن. آمین آمین. و دفعه بعدی اگر خداوند هنوز هم نیامده بود که ما دعا میکنیم که زودتر بیاید، و اما اگر نیامده بود در سال نو بخیر، در سال 2013 بخیر با شما باز ملاقات میکنیم و شما باز میشنویم. خانواده را سلام میگین. فیض خدا کت شما باشه برادری. تشکر و شما بسیار. آمین آمین. خدا را شکر میکنیم. واقعا چقدر خداوند ما مهربان است. عیسی مسیح امروز هم شما را صدا میکنه. امروز هم میگه پیش ما بیاین و من شما را آرامش میتم. او میگه که نزد من بیاد هم آرام جان، بار سنگینت به دوش من بمان، نزد من بیاد هم آرام جان. من راه و من راستی، من نجاتت از بدی، بیا به نزد من بگیر راحت در زندگی. آغوش من باز است، دوست دارم این بدان. میگه بیا در فیض عیسی مسیح شادمان باشیم. آمین. تنها دیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح. تنها دیم تویی ای مسیح، تنها دیم تویی ای